در این درس مثال اساوی شد کار میکنیم از گеометрия. مثال 167 چی میگه؟ مسافت بین نقطه‌های A و B رو می‌بینیم. مسافت بین نقطه رو در اساس چی می‌بینیم؟ فرمول دارد. مسافت رو شما میتونید با حرف D نشون بده. در دنیای ریشه فرق x ها یا y ها که در اینجا فرق ندارد. یکم و دوم جمع فرق y ها. کدام نقطه یک یا دو است این به شما منبع است. شما باید فرقش رو بگیرید. مثلا بگذار نقطه A یکم باشد و نقطه B دوم باشد. برای مسافت را یافتن چیکار میکنیم؟ مسافت برابر است در ریشه نقطه یکم یعنی x ما x یکم و y یکم فرق نداره چون که بینشون پلوس است. ریشه 80 مینوس 9 در کوادرات جمع 9 مینوس 1 در کوادرات است. این در دنیای ریشه همش چخیلی که میبینیم این ریشه 80 میشه. ریشه 80 در کوادرات این با 80 برابر است. در اینجا در قوس 1 میشه. 1 در کوادرات 1 میشه 81 یعنی ریشه 81 به 9 برابر میشود. یعنی مسافت بین این دو نقطه به 9 سانتی متر باشد چی باشد به 9 برابر است. مثال نوبتی ما در اینجا یک رسم موندم. ترپیچ داشته است ABCD اساسهایش AD و BC دوره رادیوس به 5 سانتی برابر بیرون کشیده شده. یک دوره داریم بیرون از ترپیچ کشیده شده است. مرکز دوره بیرون کشیده شده در اساس AD میخوابد. قیمتی ریشه 5 رو یابید. چقدر میابیم؟ من در اینجا شکل ها رو موندم. در کدام اساس شما دوره بیرون کشیده رو وقتی در اینجا دوره بیرون کشیده میگوید یعنی معنی دارد که همه قلوی ترپیچ رو میبرد. و این در کدام اساس به وجود میاد؟ وقتی که ترپیچ های شما برابر پهلو باشند. این یک معلومات مهم است برای کار کردن این سوال. اگر شما ترپیچ راستگونجی داشته باشید از درون کشیده ما همه طرف ها میرسد دوره لیکن از بیرون کشیده به همه قله ها نمیرسد. برای همین ما یکم یا دوم رسم باید انتخاب کنیم. و باز چی میگوید؟ در اینجا مرکز دوره بیرون کشیده در اساس AD میخوابد یعنی در یکی از اساس ها میخوابد. برای همین یکم شکل شده نمیتواند چون که این دیامتری AB دیامتری دوره نیست. از همه شکل موافق این دوم است. و در اینجا که حرف ها دیگرگون هستند بیاین من این رسم از اینترنت یافتم بیاین حرف ها رو جایگیر کنیم. در اینجا برعکس میره ABCD AD چون که BC اساس میگه. برای همین AD و BC اساس های ترپیچ ما است. دوره رادیوسش 5 سانتی متر و در چی میخوابد؟ در AD میخوابد یعنی چی معنی دارد؟ همه طرف رادیوس 5 باشد این اساس به 10 برابر میشود. قیمتی ریشه 5 AC رو میاد. AC یعنی در اینجا اساس ما چی باید یابیم؟ دروازه AC رو باید یابیم. اگر من یک خط کشم من باید دروازه AC رو بیارم. در اینجا از دوره یک چی باید به خاطر بیاریم. چرا که گفتیم اینها هم باز یک معلومات داشته است چیه؟ BC به 6 برابر است. BC به 6 یعنی این اساس هم به 6 برابر است. اساس ها رو ما میدونیم. اکنون ما میخوایم که یابیم چی رو؟ AC دروازه AC چون که میخوایم از ما ریشه 5 ضرب AC رو یابیم. برای اون رو یافتن چیکار میکنیم؟ از دوره برای چی داشته است که مرکز در اینجا میخوابد. این کنج هم وقت به 90 گرادوس برابر است چون که این کنج به دیامتر دوره نگاه میکند و هم وقت از دوره به خاطر بیان دایره ها اینجا این کنج هم وقت به 90 گرادوس برابر میشود. باز چیکار کرده میتونیم؟ البته که به ما بلندی لازم است. اکنون قاعده ترپیچ رو باید استفاده برم. به فکرم خیلی هم مشکل ممکن راهی آسان هم باشد لیکن من مشکل کار کردم ممکن یعنی در راست مشکل نیست. در اینجا اگر من 90 گرادوس کشم بلندی کشیده ایستم در دوران ترپیچ چهلی که برابر پهلو است. اگر اینجا BC به 6 برابر است باشد این دروازه هم به 6 برابر می شود و این دروازه به 2 برابر می شود. یعنی همه این رو برای چیکار کردم؟ اکنون من از سکنجای مانندی 90 گرادوس هم یک بار کار میکنم. این بلندی رو من یافته میتونم. این بلندی فرمول چی دارد؟ h کوادرات برابر به 2 ضرب 8. این که فرمول هست. این فرمول از سکنجای مانند یافته میشود. یعنی سکنجای کدام مانند؟ سکنجای ACD به سکنجای
کدام مانند است؟ به سکونجه، یعنی به همه سکونجه مانند است. اگه در اینجا به AC اینجا اگر حرف دهیم به این مانند است، C این نقطه بیا این نقطه حرف دهیم، HD مانند است به این سکونجه مانند میشه. از اونجا یا بر ما فرمول موندم میتونه از سکونجه مانندی و فرمول رو به وجود بیارین و از اینجا h برابر چه میشه؟ h کادر 16 h برابر 4 میشه، یعنی بلندی به 4 برابر است. این رو برای چی گفتیم؟ اکنون سکونجه‌ای که راستکونجه داریم ما در اینجا بلندی 4 درازی به 8 برابر است. ما هیپوتنوز رو یافته میتونیم که از ما AC رو میپرسد. اینو AC بیایم AC برابر میشود AC کادر از سکونجه تیرم فیثاگور 16 جمع 64 و اینجا AC کادر برابر 80 میشود و AC در اینجا اگر من ریشه‌اش رو گیرم 4 ریشه 5 میشود. اکنون 4 ریشه 5 که شد، برای همین ضرب ریشه 5 کردن که عددی بتون با وجود بیاریم در جواب. AC 4 ریشه 5 ضرب ریشه 5 این برابری 20 می شود. در اینجا با یک بار دیگر تکرار کنیم سوال رو. مهم است شما باید دونید کدام شکل رو باید انتخاب کنیم از روی دو داشته و سکونجه مانند رو باید استفاده بریم که بفهمیم یک سوالی مشکل است. یعنی در یک سوال بسیار موضوع است. ممکن دیگر رو هم باشد برای کار کردن. من حضور ندیده ایستادم. دوام کنیم سوال ها رو. سوال 90 باز از ترپیچ است. در ترپیچ ABCD با من یک شکل ترپیچ رو موندم. ABCD بگذار اینجا باشد. با اساس های AD و BC بیسیکتری سکونجه BAD، یعنی ترپیچ CD میگذارد. یعنی بیسیکتری داریم BAD کنج، یک کنج میرود به میانجوی میانجوی CD M است. میانجوی چی معنی داره؟ این طرف رو برابر تقسیم کنند. یعنی ما در باره ترپیچ معلومات نداریم ترپیچ راستکونجه است یا اینکه ترپیچ برابر پهلو است، یعنی یک ترپیچ است. این دو کنج برابر است چون که بیسیکتریس میگه. تمام. AB با 5 برابر است. با یک معلومات دیگر AB با 5 برابر است و AM با 4 برابر است. پیریمتر سکونجه ABM رو یابیم، یعنی سکونجه ABM یعنی یک طرف باید کشیم. اکنون این مثال رو چکار میکنیم؟ نیا کنید اینجا جای میان ترپیچ اگر باشه، من اگر خط پارالل ما میدونیم که در ترپیچ این دو خط باید پارالل باشد. من اگر باید خط پارالل کشم از میان جای این دو طرف رو هم به کنجای برابر تقسیم میکنم، یعنی 2/5 میشود 2/5. این کنج که بیسیکتریس است از روی خطهای پاراللی این کنج هم برابر می شود. بگذار ما این کنج رو نام دهیم AA باشه، این کنج هم A می شود. اکنون نیا کنید این سکونجه چخیل است. به این ما اگر حرف دهیم H AHM سکونجه برابر پهلو. از جو فهمیدیم دو کنج برابر داره. اگر دو کنج برابر باشه طرف‌ها هم باید برابر باشه. اینجا هم باید 2/5 باشه. در سکونجه بالا HBM این سکونجه برابر پهلو است چون که این طرف 2/5 برابر است. کنج‌ها هم باید برابر باشه. کنج‌هایی که با اونها نگاه میکنن برابر باید باشه. از این چی یک خصوصیت میابیم؟ نیا کنید سکونجه ABM رو در این سکونجه سومی سکونجه و کنجوی سکونجه مونیم به 180 برابر است. از اینجا می‌بینیم 2A جمع 2B به 180 برابر است. من همه کنج‌ها رو جمع کرده ایستادم در این سکونجه. A جمع B برابری 90 میشود. این به ما چی معلوم میده؟ این کنج به 90 گرادوس برابر است. این کنج به 90 گرادوس برابر است. از اینجا فرمول پیثاگور استفاده می‌بریم. نیا کنید در سکونجه ما داریم اگر علایده با کشم شکل که خیلی هم نقض نشده است، شکل اینجا 90 گراد باشد، یه 4 باشد و هیپوتنوز که به 90 نگاه میکند 5 است. این طرف به 3 برابر میشه. این از روی فرمول پیثاگور و از اینجا ما یافتیم اینجا به 3 برابر است. اکنون ما از ما چی میخواد؟ پیریمتر سکونجه ABM رو ABM سکونجه رو اگر ما جمع کنیم این بعد 12 برابر میشود. مسافت سکونجه راستکونجه یابید که بیسیکتری سکونجه تیزون که مقابل اون با پارچه 80 از کل کنجای ساده تقسیم می‌کنیم. تمام سکونجه راستکونجه داریم. رسم تصویر کنیم. سکونجه راستکونجه بیایم دیگه هفته سکونجه ABC این راستکونجه است 90 گرادوس. از کنج تیز کدام کنج تیز نامعلوم. بیایم کشیم یک کنج بیسیکتری داریم
به طرف 8 و 10 تقسیم میکند. تمام کشیده. چی مساحت رو ببینیم؟ برای مساحت رو گفتم ما اساس رو داریم 18. یکی بلندی رو نداریم. ما باید اول بلندی رو ببینیم. همین مثال چیکار کار میکنیم؟ این مثال از فرمولی بیسکتریسی در سیکنجه ها. چه فرمول است؟ بگذار من اینجا حرف دیم حاضر. اینجا نومالم x کنم بگذار. در سیکنجه ها اگر بیسکتریز باشم بین طرف ها یک علاقه است. و علاقه چی است؟ h تقسیم x یعنی دو طرف هایی که بیسکتریسی نموند تقسیم h تقسیم 10. یعنی این یک قاعده است برای چی لازم است؟ برای همین وقتی ما بیسکتریس داریم این همین نمون فرمول نوشته میتونه. یعنی h تقسیم x طرفایی که به بیسکتریس نگاه میکنن تقسیم از h سر کردیم h تقسیم 10 میکنیم. از اینجا نگاه کنیم یک خصوصیت پیدا کردیم 10h برابر 8x میشود. و اگر این رو ما ساده کنیم چقدر ساده کرده میتونیم؟ یعنی من میخوام که x رو هم از جهت h نویسم یا اینکه h را بعد سیکنجه پیثاگور استفاده برده یکی از نومال ها رو یافته میتونم. بگذار h برابر 8x تقسیم 10 باشد و این را ما یافته 4x تقسیم 5 میشود. اگر من جای h چی بنویسم؟ 4x تقسیم 5. از این یکم تیرم پیثاگور استفاده میبرم. 4x تقسیم 5 در کوادرات جمع 18 در کوادرات برابر است به x کوادرات. از این معادله دارم یک نومال من کار کرده میتونم. این به چی برابر است؟ 16 x کوادرات ضرب 8 تقسیم 25 یک به یک نویسم 18 کوادرات برابر x کوادرات. یک کالکولاتور چه کار کرده میتونم؟ 16 x کوادرات مخرج رو اگر برابر کنیم من این رو نوشته میتونم 25 رو 5 کوادرات است 5 ضرب 18 در کوادرات من یک برو نوشته شدم برابر 25x کوادرات. یعنی مخرج رو برابر کردم و 25 رو به طرف راست گرفتم. از اینجا چی برابر میشود؟ در اینجا نویسم 16x کوادرات این درونی قوسش که نباشد یعنی به 90 برابر است جمع 90 کوادرات برابر به 25x کوادرات. و از اینجا اگر من 16 رو به طرف راست گیرم این برابر میشود به 9x کوادرات برابر به 90 کوادرات. از اینجا x کوادرات به چی برابر میشود؟ 90 کوادرات تقسیم 9 و اگر ریشه رو گیرم 90 تقسیم 3 میشود یعنی به 30 برابر میشود. یعنی من این سوال رو یک بار تست کردم به کالکولاتور مخرج رو برابر کرده ساده کردم. x برابر 30 میشود. اگر دیگر رو هم داشته باشین یعنی یک بار یک به یک نوشته کار کرده میتونه x برابر 30 میشود. اگر x به 30 برابر باشد بلندی به چند برابر میشود؟ به 24 برابر میشود. جای x اگر 30 مونه بلندی به 24 برابر میشود. از اینجا از ما مساحت میخواد 24 بلندی ضرب اساس تقسیم 2 یعنی 24 ضرب 9 میشود. و اگر یک بار کار کنیم 180 32 212 اگر خطا نکنم نه خطا کردم بکنم 212 نه 216 180 36 216